سلام بچه‌ها، چطورید؟ تو ویدیو امروز اومدیم چیکار کنیم؟ اومدیم که 3 تا از بهترین پکا برای بدوارز رو معرفی کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو یاد نره حتما ویدیو رو لایک کنی، چنلمون هم ساب کنی. برو بریم. بچه‌ها پک اولمون پکی نیست جز کوستا اگه اشتباه نکنم که این سوردشه. کلا میشه گفت پک دیفالتیه. ازش خوشم میاد. اینم که سورد چیزشه، استونیشه. وای من قدرت همون ندارم، یعنی شیرزش هم نسبتا دیفالته. پک خوبیه. وای اینم شیرز خرید که وای نیم HP بگو که افتاد. نیفتاد. بچه‌ها اولین نکته بدوارز اینه که شیرز از اگز و پیکک مهمتره. وای بدم رفت. باورم نمیشه بدم رفت این مسخرگی. وای اینم باورم نمیشه. میرم تو درم میبندم. ببین من میخوام پک معرفی کنم. خب نکش منو. بلو هم اینجاست که این مفخور رو نکن. الفرار. شارپنس داره، پرات داره داداش، بی خیال. به قرآن اگر دیریز دادم وایچم ماینکرافت رو ول میکنم میرم اونلی فنس. داشتم میدلم رفته فکر کنم. چرا همه جا بیریز؟ بیسش این بغله. یکی
کسی جرئت نمیکنه و حرف بزنه وقتی من بو دارم. فهمیدی اصلا تو یلو، اصلا تو آقای کیارش فاصله 128. نه داداش من بول ندارم. فرار کرد. ببین میخوام تاکسیک بازی در بیارم، میخوام با اسپمر بازی در بیارم. آقای کیارش فاصله 128. الان چیکار کنم؟ برم 3 تا نفر خوب. جی نایس. پک دوممون هست بلک بری. پکش یکم زیادی دارکه ولی خوبه، ولی پک قشنگه. آقای ایتس کامیار جماله. خدا اگه بدم بره. بیا اینجا داری، بیا اینجا. ها ببین اینجا میپریم، فکر میکنه بخوایم بده بزنیم، بعد درست فکر میکنه چون هدف بدوارز همینه. الان دیگه آماده این برای وین کردن. این سورد کیه؟ حال کردید بچه ها؟ کدوم اسکولی میتونه با سینگل کلیک مون واک بزنه به جز خود من؟ فقط من میتونم، هیچ کی نمیتونه. هیچ وای نه من 4 تا دایمن دارم. راستی من ریسورس قبلی هم تایم شبش نشون ندادم. بذار تایم شب بود با چه کلی چی شد؟ آها چه یوهو میره شب، مثل اینکه هیچ سانست و اینه نداره. آها درست شد. این که چیزشه سانست میگن، چی میگه؟ خب این هم شبشه. شب سنگ بود؟ یعنی نباید اینجوری باشه، درسته؟ این فکر نکنم اینجوریه. وای بسم الله الرحمن الرحیم. یس مپ ددوود، مپ مورد علاقه من با پک مورد علاقه من. حال کردی چه سرودم. پک رو دیدید من تو بیشتر ویدیوهام استفاده کردم و عالیه، خیلی خفنه. یه پک تمیز وولاشه. بزنم بده این یارو رو بزنم. این هم سوردشه، سورد چوبیشه. جی بلاکش وای بلاکش. اینجا هم میتونید حالا هر چی همه آیتم ها رو ببینید تقریبا. اسکایش هم
این یه تایم مابین، این روزشه. خب این تایم روزش، این تایم حالت بعد از ظهر میشه گفت. بی پدر مادر. این حالت تایم بعد از ظهرشه و این هم که تایم شبشه. من خودم به شخصه مثل تایم شبش قشنگ نشون میدم. این تایم شبشه. من خودم به شخصه با این خیلی حال میکنم، با این تایم. ببین بین اون بعد از ظهر و شب است، خیلی خفن میشه. الان بریم بده کی میریم الان بده رید. داشتمون چرا نمیخواد داداش؟ بدت دارم میرم بدت رفت. الو عمو بدت رفت داداش، مردی داداش. اینجا میریم یه دونه از اینا چیزی. این هم مچ سوم با این پاک خفن.